درود بینندگان عزیز، به برنامه اخباری ازادی خوش آمدید. امروز 10 اپریل است و در 15 دقیقه بعدی این موضوع را بررسی خواهیم کرد. دوستان باشد که دستی دوست بگیرد. فعالان حقوق توجیک در مسکو به کمک مهاجران محتاج پرداختند. بازار دا کار میکردیم، بازار محکم شده دیگه. 22 دا بلیت داشتیم، سامالیات هم شدیم، بلیت دا کیسم استاده. حکومت افغانستان بعد رهایی 100 طالبی اسیر تصمیم گرفته است که با 100 نفر دیگر را آزاد کند، ولی طالبان قانع نیستند. و پرستاری افراد معلول نیز کار است و دولت تاجیکستان منبعد برای این عمل نفقه پولی خواهد داد. نگاهبانی مایوبان، مخصوصا مایوبان گروه یکم، شخصانی که برای نفقه خورانی برجام مانده که تا سن 80 رسیدن، همین ها را گرچند سابقه کاری نداشته باشند، همچون سابقه کاری به نظر گرفته شد. حکومت تاجیکستان سبتی IMA رقم بین‌المللی دستگاه موبیلی، پلانشت و نوتبوک ها را ختم کرد. قرار در این باره روز 31 مارس امسال صادر شد. مقامات هدف تصمیم را تامین امنیت و تحکیم اقتدار مدافعوی دولت نامیدند. مقامات و شرکت های موبیلی توسط این رقم یک تلفن موبیلی را از دیگر فرق میکنند و با کی تعلق داشتن این یا آن تلفن را زود معلوم می نمایند. حکومت تاجیکستان برای اجرای این قرار به خدمات علاقه تا 1 ایون مهلت داده است. اعلان رجای карантини در روسیه مکان اصلی کار و زندگی اکثریت مهاجران توجیک وضعیت آنها را دشوار نمود. برخی از مهاجران با ارسال نوارها به رادیو آزادی شکایت میکنند که حتی برای خریدن مواد خوراک پول ندارند، در حالی که محض همین قشر سالهای طولانی زندگی پیوندانشان را در وطن میچرخاندند و در بیشتر مورد به ниёзмандони دیگر هم کمک میرساندند. در چنین روزهای سختی که به سر مهاجران آمد، دستیاری را به آنها در مسکو یکی از فعالان حقوق توجیک دراز میکنند تا آنها را از گرسنگی برهانند. گزارش تلویزیونی نستایش وریمه را عبدالله اشورов تقدیم میکند. گروهی از تاجیکان در شهر مسکو تصمیم گرفتند به مهاجران بیکار و بی پول مانده کمک رسانند. این کمک اصلا از خوراکواری عبارت است. به هر نفری که به اینجا می آید، والنتیرها یک بسته خوراکواری می دهند. با گفته تشبثکاران، این مواد برای 2 نفر و از 5 تا 7 روز پیش بینی شده است. میرزا احمد بایف هم برای دریافت کمک به اینجا آمده است. زندگی وضعی شد، خیلی منو ایرا دیدم در تلویزیون، گفتم ببریم یا پاموشتا بگیریم اگه چی. آنهایی که به کمک نیاز دارند خیلی زیادند. والنتیرها میگویند در تقسیم خوراکواری بین آدمان فرق گذاری نمی کنند و در برابر مهاجران و ساکنان نیازمند مسکو، مخصوصا نفقه خوران کمک می رسانند. هموطنان ما تاجیک ها، ازبک ها فرق ندارد. هر کسی که به کمک ما نیاز دارد می تواند به ما به سراغ شاسه 22 مراجعت کند. می توانید به این نقطه ها مراجعت و کمک ما را دریافت کنید. اقدام کمک به مهاجران را حامی حقوق عزت امان با گروهش راه اندازی کرده است. با گفته بختاور جمعیف، یکی از تشبثکاران، اکثر آنهایی که میخواهند کمک بگیرند در مسکو در شرکت‌های تمیزسازی کار میکنند. حالا همه جا بسته است. برای آنها یک دوره مشکلی پیش آمده است. امیدواریم روزهای نزدیک این همه به آخر می رسد و وضع خوب می شود. می خواهیم دختران را حل پیدا کنند و زودتر از این وضع بیرون براییم. برای آنهایی که با یگان سبب نمی توانند به نقطه های تقسیم مواد غذایی بیایند، والنتیرها کمک را تا خانه برده می رسانند. با این کار آنهای جلب شدند که ماشین و خواهشی شرکت در این اقدام خیرخواهانه را دارند. سراغ اولی که ما گرفتیم این کمک به یک معیوب بود. در سراغ دوم هموطنان ما زنها زندگی می کردند. آنها به نزد ما آمدن نتوانستند و ما خودمان برایشان مواد غذایی آوردیم. بعضا تا 10 و بعضی روزها هم تا به 20 سراغ خوراکواری میبریم. مثلا امروز از ساعت 11 روز حدوداً 5 ساعت ما به کمک رسانی مشغولیم. تشبثکاران اقدام خیرخواهانه حدس میزنند که روز تا روز شماره نیازمندان در شهر مسکو بیشتر می شود، چون به باور آنها با ادامه یافتن روزهای کرانتین تمامی مبلغ‌های ذخیره کرده مردم هم تمام می شود. همه مهاجران حالا به صبرانه انتظاری به پایان رسیدن خروج کرونا ویروس هستند تا زودتر به کار برآیند.
رو می‌آوریم به موضوع دیگر. حکومت افغانستان تصمیم گرفته است که رهاسازی طالبان اسیر از محبس‌های حکومتی را ادامه بدهد. روز 9 اپریل سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان جاوید فیصل گفت که حکومت با نظرداشت وضع صحتی، سن و سال و مهلت باقی مانده جزا با 100 طالب اسیر را از زندان رها می‌کند. ولی طالبان اصرار می‌ورزند که رهایی روزمره قابل قبول نیست. آنها به سازش با آمریکا اشاره می‌کنند که ماه فوریه در قطر به امضا رسیده بر پایه آن ابتدای ماه مارت میبایست 5000 طالب اسیر از محبس‌های حکومتی آزاد می‌شدند. کامرسیاتا موضوع را ادامه می‌دهد. روز چهارشنبه حکومت افغانستان 100 طالب اسیر را از محبس رها نمود. حکومت این عمل را همچون نمایش نیت نیک در پیشبرد روند صلح و ختم جنگ طولانی با جنبش تندگرای اسلامی ارزیابی می‌کند. 3 روز پیش طالبان مذاکرات با حکومت افغانستان را قطع نموده هیئت 3 نفره مسئول نظارت رهایی اسیران را از کابل بازخوانده بود. اختلاف نظر در مورد شکل و زمان رهایی محبوسان تطبیق روند صلح را متوقف نموده است. شمس الرحمن یکی از طالبان رها شده است. من جانبدار صلح و صلاح افغانستانم. نمیخوام جنگ خانمانسوز ادامه کنم. در ماه فوریه در قطر حکومت امریکا با طالبان افغان سازشی را امضا کرد که همچون بهترین امکان ختم جنگ 18 ساله در افغانستان نامیده می شود. بر پایه این سند حکومت افغانستان و طالبان باید سر میز مذاکرات نشسته ختم دشمنی و بنیاد صلح را بررسی کنند. صرف نظر از تأخیر تبادل اسیران روز 7 اپریل کاتب دولتی امریکا مایک پامپئو گفت پس از سفر اخیر او به کابل روند صلح افغانستان پیشرفت دارد. دانشمندان توجیک پیشنهاد دارند که برای پاککاری از کرونا ویروس آب نقره استفاده شود. در ادامه برنامه اخباری آزادی در این باره گزارش میدیم، ولی قبل از آن به یک آگهی توجه کنید. شما برنامه خبری رادیو آزادی را تماشا دارید. در تاجیکستان من بعد نگاهبین شخصی معیوب همچون سابقه کاری حساب شده و برای چنین عمل به افراد پرستار نفقه پولی میدهند. به همین مضمون وکیلان مجلس نمایندگان روز 8 اپریل به قانون نفقه تغییر علاوه وارد کردند. خبر فرا گرفتن پرستار معلولان به نفقه پولی برخی از خانواده‌هایی را که 10 سالها باز در کنج منزل به نگاهبین فرزندان معیوبشان مشغولند خوشحال نمود. برخی دیگر مبلغ پیش بینی شده را برای تامین روزگارشان ناچیز می‌دانند. علیشیر ظریفی و شهلای عبدالله گزارش می‌دهند. سر می‌خیزم ای جوگاش میگیرم زمینده میمونم، روشم میشوم، همه چویم میتم، چوشم میخورم، شوکش خودم میشوم، سرش خودم میشوم، آوازو خودم میدرانم. او غلای عمر و 18 سال باز به نگاهبینی نبیره‌اش مشغول است. از همجان نبیره او معلول گروهی یکم است. پایهایش کار نمی کنند. تولد شدند همش سوز بود، 100 پاییز بود. بعد همه اوستا پوشه ای پای نوک قطی گشته، اوستا چهارم خون شد، انا ای پو خیلی شده، پوش قطی نوک قطی گشت، انا هفتم خون شد، ای پو غلطیده. از آنکه مبلغ نفقه معیوبی نبیره‌اش برای تامین او کافی نیست، این زنی 61 ساله بعد درس‌دوزی نیز مشغول است. مبلغ نفقه معیوبی نبیره‌اش و نفقه کمیزاتی خود او بیش از 300 سومانی را تشکیل می‌دهد. همین 270 سوم یا مغازین داره، همین وقت یا سومکه پر نمیشه. همه چیز قیمته. شکایت این زن از وضع پست زندگی در حالی است که هفته روان وکیلان پارلمان از طرح جانبداری نمودند که به افرادی که به نگاهبینی معیوبان مشغولند امتیاز می‌دهد. تغییر علاوه ها به ماده 17 قانون نفقه که تعیین نفقه سقورتوی را در نظر دارد صورت گرفت. فعلا حجم میانه نفقه سقورتوی 271 سومانی است. شخصانی که برای نگاهبینی معیوبان، مخصوصا معیوبان گروه یکم، شخصانی که برای نفقه خوران برجا مانده که تا سن 80 رسیدن، همین ها را گرچند سابقه کاری نداشته باشند همچون سابقه کاری به نظر گرفته شود.
کارشناسان میگویند با عملی شدن این طرح که من بعد در تاجیکستان نگاهبین شخصی معیوب همچون سابقه کاری و نفقه پولی پیش بینی شده است قدمی خوب است. والدین کودک معیوبیت داشته باشد وی برتری را با کودکش داده البته از کار خودش دست میکشد، لیکن در آخر که وی با نفقه و یگان امتیاز یا که یگان علاوه دیگر زم کرده نمیشد، این به نهایت مشکل است. بنا به آمار آژانسی سقوط اجتماعی و نفقه شماره نفقه‌گیران در کشور بیش از 700,000 نفر بوده، 150,000 نفر همچون معیوب و یا افرادی دارای امکانیت‌های محدود به قید گرفته شدند. فرا گرفتن پرستاران معیوبان به نفقه در حالی است که حجم میانه نفقه در تاجیکستان 303 سومنی را تشکیل می‌دهد و ساکنان بارها خواستار بلند شدن آن شده بودند. برنامه را ادامه میدیم. در تاجیکستان برای پیشگیری از ویروس آب نقره استحصال می شود. گروهی از عالمان توجیک معین نمودند که چنین آب ویروس خطرناک را نیست می کند. بنابراین دانشمندان توصیه دادند که خلعت و نقاب‌های طبی را با نقره بشویند. ادامه را در گزارش نوبتی تماشا کنید. با بسته شدن مرز و راهها و افزایش طلبات به موادهای ضد ویروسی، مقامات در تاجیکستان عالمان و صاحبکاران محلی را به تولید چنین محلولها دعوت کرد. موادهای بهداشتی هم مثل نقاب‌های طبی قبلا از خارج به کشور وارد می‌شد. گروهی از عالمان انستیتوت کیمیای تاجیکستان هم در پی این دعوت به استحصال مواد بهداشتی برای جلوگیری از کرونا ویروس و پاکسازی داخل بیناها شروع کردند. این مواد را عالمان آب نقره مینامند. همکاران ما در انستیتوت کیمیا تمام دستگاه‌های ضروری را برای استحصال آب نقره جمع آوری کردند. در حال حاضر به مقدار 200 لیتر در یک روز استحصال می شود. ما می توانیم که استحصالات را بیشتر کنیم. انستیتوت کیمیای تاجیکستان تصمیم دارد روزهای نزدیک محصولات تولیداتی خود را به ده‌ها کارخانه دیگر پیشنهاد کند، مخصوصا به کارخانه هایی که به دوختن نقاب های طبی شروع کردند. ایون های نقره خصوصیت آنتی باکتریالی و آنتی کریبوکی دارند. امید هست که در آن همچنین خاصیت ضد ویروسی هم موجود است. ما توصیه می دهیم که نقاب های طبی و خلط های دختران در آب نقره ترک کرده شوند. بنا به اطلاع رسمی در تاجیکستان یگان مورد سرایت یابی به کرونا ویروس ثبت نشده است. در کشور کرانتین و یا وضع فوق‌العاده هم اعلان نشده است. ولی پنجشنبه کرونا ویروس در جهان کار بسیاری از شرکت و کارگاه‌های نساجی در تاجیکستان را هم تغییر داد. حالا در کشور همه روزه ده‌ها هزار نقاب‌های طبی تولید می شود. اخیراً یک کارخانه نساجی تاجیکستان واقع در ولایت سوخت اعلان کرد که به مقدار 11 میلیون نقاب طبی تولید و به ایتالیا صادر می کند. شرکت جوانی با فرمایش شرکت ایتالیایی استحصال می شده است و الکی در این باره بین شرکت تاجیکستان و ایتالیا شرطنامه همکاری با مبلغ 11 میلیون یورو به تصویب رسیده است. در مجموع به اطلاع وزارت صنعت 13 کارخانه به تولید نقاب‌های طبی، لباس برای طبیبان و دیگر مواد بهداشتی شروع کردند. و یک خبر دیگر هم داریم. امروز در مسجدهای تاجیکستان امام خطیبان به نمازگزاران توصیه دادند که در شرایط فعلی به خاطر جلوگیری از کرونا ویروس بهتر است اگر نماز را در خانه بخوانند. این خبر را سامانه رسمی کمیته دین تاجیکستان نشر کرد. در موعظه ها از جمله گفته شده است جهت پیشگیری سرایت یابی آدمان منتظم 5 مرتبه پیش از نماز و بعد از آن پورا دیزینفکسیا کردن بینوی مسجد، اینچنین نظارت پوشیدن نقاب مشکل و غیر امکان است. یادآور می‌شوم که کمیته دین بعد از محدودیت نیم ماهه از 20 مارس در مسجدهای کشور خواندن نمازهای دست جمعی را اجازه داده بود. اینجا برنامه اخباری امروز را به پایان میرسانیم. تا ملاقات بعدی در هفته نو، بینندگان عزیز شما میتوانید شبانه روزی خبر تازه را از وبسایت رادیو آزادی زیر نشانی www.azadi.org بخونید. اگر میخواهید گزارش‌های روز و جالب را تماشا کنید پس به آزادی ویدیو کانال مخصوص ما در یوتیوب بروید. برایتان در 2 روز آینده استراحت خوب میخواهم. تا برنامه نوبتی، خدا نگهدارت. Free Europe, Radio Liberty, Praha.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is